با فرزندان خود سخاوتمند باشد و آنها را سزاوار و پرهیزکار تربیت کنید. حدیث از کتاب مسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما به میدان ورزشی رمدالن آمدیم و عین حال در رمدالن یک آزمون برای کودکان می شود و عین حال قوه آزمایی میکنند و بعد از آن که آنها میدوند و قوه آزمایی میکنند، برد میکنند، صاحب تحفه میشوند. همچنین باز من خودی حاضر برای شما نشان میدهم شیرینی ها میخورند. همه لباس های آزادانه دارند، یعنی کی چگونه خواهد همون طور میتواند قوه آزمایی کند. یگان ضرورت ندارد به لباس رسمی پوشیدن. اهمیت دادن به لباس به مثل دیگر دولت های سابق شوروی نیست، یعنی کسی خواهد چگونه خواهد لباس می پوشد. تا ندانیم نادانیم. گشادن تشکیلات جمعیتی در سویدن نهایت آسان است. 4 یا 5 نفر جمع می شوند و بعداً آن را در سکاتورکت، یعنی به زبان تاجیکی در اداره انداز ثبت نام می نمایند و حتی با قید گرفتن تشکیلات پورا بی پول است. با کروپسه جای نیست. حتی با اداره به مانند اداره ضد فساد یا ضد کروپسیا نیاز هم نیست. این افسانه نیست، بلکه فکت است. با تشکیلات جمعیتی حکومت شهر برای گذراندن به این مانند چاره‌بینی ها مبلغ معین جدا می کنند به مثل گرانت. تجربه جمعی عمل برابر به پیشروی است. Jag har gjort den eftersom kommunen de säger till mig om du vill. ما با نماینده کمونه یعنی حکومت صحبت داشتیم. آنها گفتند که این چاره‌بینی را برگزار کنیم تا کودکان خرسند شوند. همه این چاره‌بینی ها در دایره پیشگیری کووید 19 هست، یعنی حیات سالم برای همه. آزمون جنبت شد و آنهایی که جای اول را سزاوار شدند از جانب تشکیلاتچی این آزمون جمعیت پاکستانی برایشان 100 کرون تقدیم کرده شد. 100 کرون این برابر به 100 سومان ما است تقریبا. و جای دوم سزاوار 50 کرون شد و جای سوم باشد سزاوار 20 کرون. یعنی این گونه جمع کردن کودکان و آنها را با ورزش آواره کردن این یک برایشان روحیه خوب می‌دهد و آنها می‌توانند از کارهای بیکار یا کارهای بیهوده‌گردی به یک ورزش بدن مشغول شوند و واقعا هم برای خاندانشان یک فایده آوردند و همچنین باز ورزش هم کردند. تجربه جمعی عمل برابر به پیشروی است. با فرزندان خود سخاوتمند باشد و آنها را سزاوار و پرهیزکار تربیت کنید. حدیث از کتاب مسلم.